نداریم شما همین چیزا با ضرر شما یک کروی کنید تروریست ای تاجیکستان میبرد در گیجوان فکر عقیده‌اش دیگه دولت حکومت همون بلاگر با قول میگه در ناخونک با همه کارا میکنه یا سودا دیگه در طبق من چند برینج نسبت دخترانی که فحش چی میگویند من خودشون اوریون میکنن وای طرز گپ زدنشون از تاجیک بودنم از زن بودن تاجیک دارم شرم میدارم همین چیزا وقتی جون با نوبت گرفته من از 30 کس شما در اساتذه‌تون علاقه ارزو دارید تمام سمتا با سرچه تمام سمتا با نوبسته از اون یعنی کرباس کردن در کور من باور میکنم دخترای میبینم دخترای جوان هستن بله وای گپ زدنشون وای رفتار چقدی چی هست آخه زنی تاجیک میبخشه همسایه داریم ازبکستان ندیدم یگان بار در اینستاگرامی هوایی و این چیزی من شما رو نشون نه باشدم این خیلی پهن نمیکنم مقصد اساسی ما همه معلومه مقصد اساسی ما همین چیزا رو مقصد اساسی ما برطرف کردنه در یک جایی پیشنهاد شما قطعی با خدا پیش گپ بوده مدهوشن مستن زنشم دخترشم میبخشه ما اهل هنرمو هنرمندا هم در همونجا هستن مدهوش مست صبحی بر وقت میگه انا اخو خستم کجا رو چکنم خود باید بدبختی دیگه برامده توبه کردم یا اوه همون گفتادیم معلومات موزیک شد یا شاید این کار دوسته شما من زنما قطعی انا همین میتونم من بسیار دارم میدم که وقتی که مرد توجی حتی زنت خیانت نخود تو اینترنت با پرت میبینن و موی میخواندن آخه چندین بار این نمونویم فقط با همین بلوگرهایی که در یوتیوب فعالیت میکنن و همین توجه میکنه یا که در شبکه‌های اجتماعی مثلا در فیسبوک دیروز بود یک دخترک از خوجند اول مرد مادرش خبر بود بله خبردارم بله با دخترش شب دخترش همین دو یگون گفت هست یگون تاثیر اسلامی یگون بله من نماینده وزارت معارف سلامت باشید امیر سال دیگه نامیناسیونتون در روز کاندیدات باشه کریتریاش معلوم کننده واسه لوگو همون کوچگی گپای کوچگیش که پاسپورت بسیار میگیره همین چیزا داشت ما اهمیت بتین کی چیزا داد همین را دام چیکو کنیم همون وایش مخلصش بگیم امر بسیار اینو باید دوست همون مردم وای زبان نوبی توجیکی در آموزونن خارج نبارم یعنی اساسا برام تشکیل شده که هر کسی که پوبلیک خچ جمع کرده پاپسیک خچ جمع ما امر فهمونده که همه آدمایی که لاجای بیرون که دیگه اوستوسج اودا چون که درورین دارتا و یک خبره کردم میشه همه هر بلوگر ما فهمونده که اوستوستا با همین ترتیب درورین تمام در هر صورت کاری کردن در کره که کالا را بیرون گفته سالا کالا نبیاریم یعنی کار کردن هم فایده شود هم بر ضرر نشه اکای دوران جان محترم استادان حضور گرامی من یک پیشنهاد دارم بختیار جان خیلی خیر کرد دوزی اساسیت یک تشکیلات نامتأسیس است زیرا مواقعش قدر بخواه در جمعیت نیست چقدر امروز گپ نزنیم او بلوگری که مثال 500,000 подписчик دارد او جایزه میگیرد نمیگیرد پشت دادن میگیرد و همون اصولی که او مختار شده است بعضیش بی‌معنی است بعضیش با معنی است و فکر من ما باید درباره استوار و بقوت کردن موقع اساسیت گپ زنیم که 3 سال بعد 5 سال بعد یگون برنامه میانمدت دکترمدت قبول کنیم هر یک تایمو سهم گذاریم که موقع اساسیت بقوت شود و در آینده اساسیت تواند یک دقت ارزنده جلب کند یک حرکت های بجو بیورد که پگه همین جوانان در اصل توانند یک اهمیت درست کنند و یک پیروی اساسیت شود این است هدف اساسی اساسیت و فکر شخصی من برامون هر یک تایمو محصول داریم بازی از گفته‌های ما ممکن بسیار چیز عوض نشود لیکن با فکر من در جامعه حاضر در صحیفه اجتماعی علاوه خصوص موقع اساسیت نه اونقدر بقوت است انا این است یک مقصد اساسی که چی باید کرد که پگاه ما موقع اساسیت رو بقوت کنیم با فکر من سلامت باشین بهترین پیشنهاد
خب ما هم یک روز ما خود دادیم پیشنهاد کردیم که اصلا وقتی بلوگر میگی در دایره ویای حکومتی بلوگر گو که یک وی منفی است بله. اوورس Spekulant میگن. Да, بالا همین چیزا اوست سیستم و مکانیزم معین کردن نکنه که همین چیز اوست بلوگر مردم دیگه خیلی قبول دیگه میکنن. خیلی قبول میکنن یک برنامه قبول کردن در خوره برنامه رشدی اساسیاتسه باید برنامه میونمولت باشد با بهتر میشه شما نظامنامه فعالیت هم دارید؟ ما چی داریم بله. خیلی باشد اگر در همونجا معیارهای فعالیت بلوگرها هم بعضا این بسیار خنده‌آور هم است یک اندازه ولی مایه کردن ممکن است مثلا تحقیر نباشد تمسخر نباشد زبانی موضوع باشد زبانی گفتگویی ادبی هم هست بگذار از وی استفاده برام نکرد من راستیگه همین بعض از صنعتکارا را بعضا بلوگر را 2 سال پیش 3 سال پیش تو حوزه SMS های ما هستن من دیدیم یگون نوار شد چق بودم بعد خوش میشیم و فکر میکنیم این چی در کار بدار اومده بعضا گپو تو شهروند کردستون تو ایزون دختر شد چند تا حافظایی که مشهورن تو ایزونو میکشه او چطوری لیبوسه او چطوری گپه او چطوری نغمه همه ما در نویستگی بیدون دعوت کردن 3-4 بچه را حافظا بنابرد میخونن همه چی رقابت رو حافظ نمیخواه ایش دا زور ورزیگر هم که